قدم به قدم قدم به قدم قدم به قدم ناراحت نباشید. این صدای چی بود؟ آره خورخوره. فرار کنید. تا کی هستی؟ خورخورم قد بلند و خوشگلم صورتم مثل ما هرچند شده یه پام کوتاه ابروی پرپشت دارم دندونای درشت دارم اما چه فایده این روزا از دست این مستاجرا به جای هر جوری غذا همیشه قصه میخورم بسته دیگه دروغ نگو خورخور چاقه تپلو و دروغ چرا چون شما از هرچی هست تو این دنیا فقط دارم همین ماشین با این اصلا اینقدر به ما دروغ نگو خورخور چاقه تپلو از صبح تا شب تو این هوا به دنبال مستاجرا از این کوچه به اون کوچه خسته شدم دلم میخواد آب خنک انار و سیب و لواشک دست دیگه ای خورخورک نزن به جنسام ناخونک. آهای من اومدم سلام. چه سلامی چه علیکی پول کجاست؟ والا چی بگه جوری بگیگم. آهای هوار همسایه ها مستاجرها هوار صبر کن آقا خورخور صبر کن. صبر چیه؟ صبر من پول من جون منه. فقط امروز صبر کن. چی؟ وام ما درست شده. راست میگی؟ وا ما کجا دروغ کجا؟ میدونستم که شما انسانی از همون اول پرس تو دلم افتاده بود. خدا رحمت بکنه آقاتون چه مرد خوب و خوش حسابی بود. حالا میپردازید؟ ما میریم امروز بانک پول نقد میاریم. آخ نگو پول نقد بهترتره خیلی هم بهترتره. خب دیگه با اجازه. شاد برد پس افتاده. آی خانوم یادت نره. پام؟ از کی تا الان به حق چیزایی ندیده بود نشنیده. بچه ها زود باشین تا بریم با هم بانک. بچه کنار گدای بیادب بیهنره. مادر و بهرام و لیلا ستایی راهی شدن به سوی بانک. آهای 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 ننه آهای 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 ننه من گشنمه. کار بخوره به اون شکم این چقدر دارم میگم پاشو برو دنبال کار تو زدیدیم اینقدر بیار. مردم
همه سر کارن پول میگیرن پول بیسپرن کارمندای شریف بای الان دارن پول میشمرن الان دارن پول میشمرن گوشت برم گو پیرهنم میخوام برم واک بزنم گوشت برم گو پیرهنم میخوام برم واک بزنم میخوام برم واک بزنم